روز آقای بخیر. حامدی بفرمایید جانم. چی شده با؟ چی شده با؟ آرامش نداریم بابا. چی شده مگه شما چی؟ اسب داریم؟ نه خانم، ما اصلمون کجا بودین؟ خونه شما، بیا بگرد. پس چرا صدای هر شب میاد؟ خانم من نمیدونم خانم قربانی، صدای اسب چیه؟ شاید همسایه اسب داره. یه چیزی میخواد از تو؟ نه خانم، کسی زد ما چیزی نمیخواد. چی مثلا؟ پس چرا هر شب بلند میگی این مال کی؟ این مال کیه؟ خانم ما نمیگیم. یعنی چی مال کیه؟ کسی ما چیزی نداریم به کسی بدیم. حق نداریم بابا. چیزی نگران بابا. نباشید بابا. چرا؟ همه مال توه. جدی میگی؟ آره بابا. ما کسی آقا برو چیزی؟ بخواب منم میخوام بخوابم. باشه خانم قربانی، معذرت میخوام، عذر این میخوام. مال کیه؟ این مال کیه؟ صدای اسب چیه؟ شاید همسایه اسب داره. یه چیزی میخواد از تو؟ نه خانم، کسی زد ما چیزی نمیخواد. چی مثلا؟ پس چرا هر شب بلند میگی این مال کی؟ این مال کیه؟ خانم ما نمیگیم. یعنی چی مال کیه؟ کسی ما چیزی نداریم به کسی بدیم. حق نداریم بابا. چیزی نگران بابا. نباشید بابا. چرا؟ همه مال توه. جدی میگی؟ آره بابا. ما کسی آقا برو چیزی؟ بخواب منم میخوام بخوابم. باشه خانم قربانی، صدای اسب چیه؟ شاید همسایه اسب داره. یه چیزی میخواد از تو؟ نه خانم، کسی زد ما چیزی نمیخواد. چی مثلا؟ پس چرا هر شب بلند میگی این مال کی؟ این مال کیه؟ خانم ما نمیگیم.